پرتاب میکنه به درون منطقه جریمه. فرصت برای تیم ایران در مقابل دروازه و توی دروازه. گل برای ایران و سید جلال حسینی این گل رو میزنه. ظاهرا قسمت اینه که مدافعا دروازه بحرین رو باز بکنن. در این بازی هم یک مدافع برای اولین بار دروازه بحرین رو باز میکنه. حرکت جالبی بود که از سمت راست صورت گرفت و تسلیم میشه سید محمد. گل اول در دقیقه 22 به ثمر میرسه و سید جلال حسینی این گل رو به ثبت میرسونه. تاثیر آهسته نشون خواهد داد که این گل چگونه به ثمر رسید. پنجمین گل ملیش رو میزنه به این ترتیب. یک بار دیگه ببینیم. خیلی خوب ریباند میکنه و دروازه رو باز میکنه. آفساید هم نبود. خلعتبری میفرسته به درون منطقه جریمه. برگشت توپ میدا بودی. جباری توی دروازه. گل دوم برای ایران. جباری حساب کار رو 2-0 میکنه. باز هم گل های بیشتری میتونه در راه باشه اگر بازیکن ما قدر فرصت ها رو بدونند. جباری که در کل مسابقه یکی از بازیکن برتر زمین بود، بالاخره موفق میشه اولین گل ملیش رو به ثمر برسونه در 20مین بازی ملی خودش. مجتبی جباری با هم ببینیم. این توپی که مدافعان بحرین ناقص دفعش میکنن. میدابودی ضربه اول رو میزنه، بلوکه میشه. در برگشت ضربه قشنگ جباری جای هیچ گونه عکس العملی رو برای سید محمد باقی نمیگذاره. از بین مدافعان بحرین عبور میکنه تو و به قعر تور دروازه بحرینی ها بوسه میزنه. ایران 2 بحرین 0. از نمای بالای دروازه هم ملاحظه فرمودید. تیموریان ضربه کورنر رو خوب میزنه. فرصت توی دروازه. عقیلی دروازه تیم بحرین رو باز میکنه. 3-0. چه جوی اینجا در ورزشگاه آزادی حکم فرماست. همه شاد و خوشحالن. 3-0 در مقابل تیم بحرین. تیم ایران بازی رو تا به اینجا برده. عقیلی در آخرین بازی تیم ایران در مقابل بحرین هم روز 2 مهر ماه سال 89 موفق شده بود که 2 گل بزنه. الان هم 1 گل دیگه میزنه برای تیم کشوران به تیم بحرین. تا به اینجا 2 مدافع میانی ما گل زدن به اضافه جباری. سانتر عالی از آندرانیک تیموریان. 2 بازیکن اونجا بودند و با قدرت از راه رسید عقیلی و دروازه رو باز کرد. بازم عقیلی در یه بازی ملی گل میزنه. نتیجه این نیمه فوق العاده خوشحالم. فکر می‌کنید ما 3 تا دیگه بزنیم؟ خدا کنه بزنیم. ولی خب دوست داریم زیاد ببریم، زیاد گل بزنیم که اتفاقا یه جوری فراموش من فکر می‌کنم هر چی به تیم‌های کشورهای عربی گل بزنیم راه دور نمیره آقای. خلعتبری نکونام. تیموریان ضربه دیدنی توی دروازه. یه سوپر گل از آندو تیموریان. عالی زد این ضربه رو. چقدر زیبا بود این گل. ایران 4 بحرین 0. از زیباترین گل امشب رو آندرانیک تیموریان میزنه. فوق‌العاده بود. یه ضربه مهار نشدنی از تیموریان که ورزشگاه رو یه بار دیگه منفجر میکنه. ایران 4 بحرین 0. یه نتیجه به خاطر موندنی در تاریخ رقابت‌های 2 کشور. و این پرچم کشور عزیزمون که به اهتزاز در میاد در ورزشگاه آزادی تهران. خیلی این گل قشنگ بود. جایی رو داره که بارها اون رو ببینیم. از چه فاصله‌ای زد به اون گوشه دروازه. واقعا مستحق این هست که چندین بار دیده بشه در ورزشگاه آزادی. هم هر بار با نمایش این گل فریاد گل شنیده میشه در ورزشگاه. این هم شادمانی آندو تیموریان که آمادگیشو نشون میده. واقعا در چند ماه اخیر عالی بوده، چه در میدان باشگاهی چه در ملی.
خسرو حیدری، ساندر دروازه، فرصت برای گل بعدی، خلطبری و محمد توپ رو میگیره. گل کشورون کاملا مشخص و محرز هست زیر نظر او. ضربه بلند به روی دروازه، موقعیت برای تیم ایران، توی دروازه باز هم گل برای ایران و کریم انصاری فر هم موفق به گلزنی میشه. ایران 5 بحرین 0. خوشحال بی حد و هست در ورزشگاه آزادی. شاید خیلی برد رو پیش بینی میکردن اما نبرد با این نتیجه رو. تصویرهای سه نشون میده کریم انصاری فر چگونه توپ رو در درون دروازه قرار داد. هفتمین گل ملیش رو به ثبت رسوند اینجا به این ترتیب. در بازی مقابل فلسطین هم گل زده بود، اینجا هم گل میزنه تا بازگشتش به روند گلزنی ها رو جشن بگیره انصاری فر. خیلی هم خوشحاله، شاید یه مقدارش به خاطر همون موضوعی باشه که در نگذاشتن که انصاری فر استفاده بکنه. فرصت برای زدن گل بعدی که بازیکن تیم بحرین روی زمینه، ساندر دروازه و توی دروازه 6 تایی میشه بحرین و نتیجه کار خوب کارلوس کیروش و تعویض مثبت دیگه ای زننده گل غلامرضا رضایی که به عنوان بازیکن جانشین به بازی رفته بود. خب دیگه کاملا صدای تماشاگرها شنیده میشه در ورزشگاه آزادی. شش بر 0 بحرین در هم کوبیده میشه بعد از برد 7-0 در مقابل فلسطین. حالا تیم ایران در یه بازی کاملا رسمی در دور انتخابی رقابت جام جهانی یا پیروزی با ارزش و 6 گله رو به دست میاره که میتونه از نظر روحی بسیار تاثیرگذار باشه. نگاه کنیم حرکت غلامرضا رضایی روی خط آفساید بدون اینکه آفسایدی در بین باشه و ضربه تمام کننده او. سانتر عالی از خسرو حیدری. ترکیب یه بازیکن از استقلال و یه بازیکن از پرسپولیس در تیم ملی اینجا نتیجه میده. و البته نباید به هماهنگی خسرو حیدری و ماهینی بی توجه باشیم. واقعا این دو بازیکن دارن خوب همدیگه رو پیدا میکنن در سمت راست.